سلام، آموزش تکنیک نمارسی رو داریم. ابتدا روی بدنه ظرفمون رو با رنگ سبز پاستیلی 2 دست رنگ کامل میزنیم و بعد از خشک شدن با یه تکه اسفنج رنگ کرم رو به صورت ضربه‌ای روی رنگ قبلی میزنیم. البته زهر رنگ رو باید بگیم. سپس برای قسمت لبه، ظرف و دسته های پایه از رنگ طلایی استفاده میکنیم و کامل رنگ میکنیم. بعد از خشک شدن رنگ طلایی رنگ کهنه‌کاری قهوه‌ای میزنیم و قبل از اینکه رنگ قهوه‌ایمون خشک بشه